سلام عرض میکنم. شما؟ من فاخرم. شما؟ فاخر با شما کاری نداریم. من با شما کار دارم، زنگ زدم. بفرمایید. خواهش میکنم. شما من زنگ بزنم این هفته بازارم ماشین مرسدس خود را برای فروختن گذاشته اید؟ بله. خانمم گذاشته، من یادم نبود. الان فهمیدم که خانم گذاشته هفته بازار. بله. حالا این مرسدس بنز که شما داری SUV سال 2000. بله. مایلیج هم 45000. تقریبا بری 45 خورده یاره. شما توی ماشین تا به حال نجسی نگذاشته اید؟ نجسی که؟ نجسی دیگر، یا سگ یا گربه؟ بله گذاشتی. من خانمم حساسیت داره به نجسی. خب دیگه نخرید آقا، مگه تو فشار رو مگه مجبور نیستیم، ما فقط داریم سوال میکنیم. چرا دعوا میکنید آقا؟ نه ما هم نجسی سگ داریم، هم گربه هم داریم، هم توش مشروب خوردیم. آقا شما مسلمان نیستی؟ نه که مسلمان نیستم، افتخار میکنه که مسلمان نیستم. خیلی خوبه که مسلمان نیستم. من از اسلام متنفرم. جدا میگویید؟ جدا میگویید؟ جدا میگم از اسلام متنفرم. شما افغانستانی؟ بله من افغان هستم. من از اسلام متنفرم، برای کشور اسلام داره داغون میکنه، بچه‌ها رو داره اسلام میکشه. بله البته کشور شما دین اسلامش به درد نمیخوره. او اسلام نیستش که دین گذاشته. افغانستان به درد میخوره؟ نه افغان هم به درد نمیخوره. زنا رو داره میکشه که زن مدرسه این کثافت‌های چادرای لعنتی رو داره تروریست همه کشور افتخار میکنه شما؟ نه من افتخار نمیکنم. بچه این اسم نجسی و اینا رو نگرید. اگه میخواید ماشین بخواد شما شوخی میکنه داره؟ بله؟ داره شوخی میکنی این حرفا رو میزنی. شوخی چیست؟ مزاق میگویید؟ آره مزاق میگویم. نه مزاق نمیگویم. به خاطر این نیستش. شما نمیشناسید آدمایی که به سگ یا گربه الرژی دارن؟ الرژی سگ توش که نیست که. یه موقع بوده حالا که سگ اگر که بوده که خب حالا میتوانیم تمیزش بکنیم. من فقط میخوام بدونم. با شما جنگ ندارم خدا شاهده. بخاطر تمیزش کنی خودتون. خب میخواستم بدونم ببینم خرجش چقدر. حالا قیمتش چنده؟ $10,300. خب حالا $1000 کم میکنیم برای شستن نجسی. دیگر چه مشکلاتی داره؟ چی؟ دیگر چه مشکلاتی ماشین داره؟ این ماشین خیلی نجسه؟ با $1000 کافی نیست. نه با $1000 بشوریمش نجسیش تمام میشه. ببین آلرژی رو شما نگید نجسی. سگ و گربه حیوانات خوبی هستن، نگید نجسی. این حرف مال عقب افتاده ها. اینا که عقب افتاده اینا رو میگن نجسی داره. نه شما ایرانی ها میگی الرژی، ما به افغان میگیم نجسی. لغت بعدی براش میگه. خب یعنی حالا ما بریم زبان افغانیمون رو عوض بکنیم چون شما خوش ندارید؟ بله. شما از کجا زنگ میزنید؟ من کالیفرنیا زنگ میزنم. کالیفرنیا. اسمتون چیه؟ فاخر. شما نامت چیست؟ بله من ناصر هستم. ناصر سلام. من فاخر هستم. آقای ناصر علاقه بودید که ماشین رو ببینید تا بخرید. خب حالا کاری بخواه خودتون بکنید. نجسی ضد آلرژی هر کاری بخواه خودتون بکنید. بله. خب آدرست کجاست؟ آدرس اگه ندارید اونجا شکمنوکس. آقای ناصر شما یک قدم عقب رفتن بکنید. بذارید ما 2 مرتبه شروع بکنیم چون شما همش با من جنگیدن بکنید. من 2 مرتبه شروع میکنم. سلام عرض میکنم. من از هفته بازار زنگ زدم. حال شما خوب است؟ خوب هستید؟ من برای ماشین شما گپ میزنم. خب بفرمایید. این ماشینتون سال 2000 است؟ بله. بعد قیمتش هم $10,300 است؟ بله. بعد در ماشین نجسی داری؟ بله. بعد برای تمیز کردن نجسی چقدر میتوانید قیمتش را کم بکنید؟ ممکنه فقط بهتون بدم $10,000. بله. خب آدرستان چیست؟ 14 659 6 5 9. خب بعدش؟ بعدی 20 بلوار. چجور می نویسی؟ من بنویسم؟ شما شغلتون چیه اینجا؟ من شغلم چیست؟ چی کار میکنم؟ آره. من اینجا کار پرچه میکنم. کار چی؟ پرچه کیه؟ پرچه شما نمیدونی پرچه چیست؟ نه پرچه نمیدونم چیه. پرچه که چخم سخام میکنن پرچه میکنن. چه میتونی بیای؟ فردا میتوانم بیایم شما رو دیدن بکنم؟ چه ساعتی؟ 12 خوب است؟ 12 خوبه. آره. خوب است؟ بله. به شما زنگ بزنم قبلش یا فقط بیایم اونجا؟ بله به زنگ بزنید وقتی میخوای بیای. من شرمنده هستم شما متوجه نشدید به خاطر که خیلی از ایران ها زبان افغانی رو که آشنایی ندارن فکر میکنن که مزاق میکنیم. من فکر آقا من دیگه چیزا دیدم که یه افغانی
تلفن میزد مسخره میکرد نمیدونم حالا فکر شما هر از این مزاح کننده هست. مزاح کننده هستم؟ نه ماشین میخوام بخرم. فقط شغل تا آخر من نفهمیدم چی شد. به انگلیسی بگو شغل چیه؟ شما ایرانی‌ها چی میگید؟ میگید پارچه میگید؟ پارچه میفروشی؟ در دانتان من اونجا بیزنس دارم. اسمتون گفتی چیه؟ فاخر. فاخر کی؟ زورعلی. نه دروغ میگی دارا. آقا جان چیکار ما ماشین میخوایم بفروشیم تو اسم و فامیل ما رو میخوای بگیری؟ آره تو مزاح میکنی. نه مزاح نمیکنم. ماشین نداری. نمیفروشی؟ شما به افغان ماشین نمیفروشی؟ آخه نه شما میگی زورعلی فامیلی شد داری مسخره میکنی یا منو مسخره میکنی یا خودتو. شما تا حالا فامیل زورعلی نشنیدید؟ مگه افغانستان تمام عمر زندگی کردید که همه افغان ها رو میشناسید؟ افغانی‌ها فامیل زورعلی دارن؟ بله زورعلی دارن. آره همچی خانومت میگه آره انگار افغانستان زندگی کرده. خب من به شما میگویم فامیلم زورعلی است. ببینم شماره تلفنتو به من بده. برسیدی نوشتن بکنید. صبر کن. اون نجسیست داره واق میکنه؟ اون نجسی داره همون نجسیه ولی بهتر از خیلی انسانا خیلی تمیزتر از خیلی از انسانا. پس همون نجسی رو روی تختت ببر باهاش خوابیدن بکن. من نخواستم ماشین با نجسی. برو گم شو ریدم تو دینه. خب منم ریدم تو دینم. خب پس دیگه چرا میگیری؟ چرا اسم نجسی رو بیاری؟ گفتم احساس بد نکنی، احساس کنی تنها هست با هم ریدن بکنیم. تو مسلمونی؟ من نه من مسلمان نیستم. چه دینی داری؟ مسیحی هستم. خب پس چرا به سگ میگی نجسی؟ برای اینکه به زبان افغان میگن نجسی، نامش نجسی است. تو نه این کار برو بیاری. سگ انسانی از تمام خیلی از انسان‌ها بهتره. آقا چی گفتن میکنی؟ بله؟ چی گفتن میکنی؟ شما میخوای زبان افغان رو عوض من بکنم؟ بله بعد وقتی اومدی امریکا بعد این لغت‌های نجسی و اینا رو عوض کنی. اگر مسیحی هستی خیلی با چه بهتر. ولی نباید حیوان بگی نجس مال متحجرینه. اونا هستن که آخوندهای اسلامی مال عهد حجر این حرفا رو میزنن. سگ نجس، مشروب نجس، این چرت و پرتا چیه؟ آقا شما چند سال دارید؟ من 70 سالم. خدای نکرده من الان با شما زیادی صحبت بکنم میترسم سکته بکنید. ما تا اینجا دیگه ناراحت نشو. تو میگی این نجسی رو رد بزنید. تو تا هیچ وقت حیوان نداشتی تو خونه؟ حیوان دارم. من خانه حیوان دارم. تو زن و بچه داری؟ زن دارم، بچه دارم، حیوان دارم. حیوان چی داری؟ حیوان چی دارم؟ کوسچیش دارم. چی؟ کوسچیش. کوسچیش چیه؟ پرنده که مرغ عشق شما میگویید. آقا شماره بده. آقا بنویس. شما دعوا چرا میخواید با ما بکنید؟ آقا من هنوز مطمئن نیستم که شما یه آدم جدی هست. فکر کنم یه مسخره کنید. باقر زورعلی. برای چی؟ فاخر زورعلی. همه دانتان شما دانتان پارچه خواستی پردت پاره شد بیا ما اونجا پرده فروشی داریم. باقر شماره تو بگو. بنویسید 310 775 775 اوکی 16 1 0 یا 6 بگو یک چی 16 0 1 0 اوکی خیلی خوب فردا ساعت 12 بیا اینجا. خداحافظ شما.